خب دوستان، به آموزش کامل خوش اومدید. اول از همه این پیچه رو باز کردم، خیلی نمیخواستم وقتتون رو بگیرم. بعد این 3 تا پیچ رو باز میکنیم که به بخش اصلی برسیم. این 3 تا پیچ رو که باز کردیم، نگاه کن داخلش پیدا میشه. بعد الان ببین چقدر اینجا زنگ داره. بعد اینو کنار میذاریم، میرسیم به اینجا. این پیچ ها بخش اصلیش همین پیچ هاست. و یه دوسو پیدا میکنیم. این پیچ اول رو باز میکنیم. اینو که باز کردیم، نگاه کنید اینجا سولاخایی داره که باید همشون باز بشه. با هر چی که خواستین میتونید این سولاخ‌ها رو باز کنید. نگاه کنید اینجوری. باید از هر 2 طرف سولاخ‌ها باز باشه. اینا رو که باز کردیم میذارید کنار. بعد این یکی پیچ رو باز میکنیم. اینم مثل همه سولاخاشو باید باز کنیم تا بنزین خوب برسه. دیگه نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم. سولاخ‌ها رو که باز کردین، بعد میخوام یک شستشوی کامل کاربرات رو بدیم. اینو کامل در میاریم. میذاریم کنار. بعد اینم در میاریم. حواستون باشه این نیفته. اینو میذاریم کنار. بعد اینا رو باید همشون رو پاک کنیم. همشون رو زنگاشون رو در میاریم. الان نگاه کن تمیز شد. خب اینا رو که همشون رو تمیز کردیم، بعد میبندیم. نگاه کنید باید همشون تمیز بشه. این سولاخاش باید باز بشن. با یک دوسو اینا رو خیلی زیاد هم سفت نکنید. یکم سفت باشه خوب. اینم مثل همون سفت میکنیم. خیلی زیاد هم نه، یکم که سفت باشه خوب. خب الان میرسیم به بخش اصلیش که این پیچ اول رو باید باز کنیم تا بهتون بگم اینا رو چطور تنظیم. خب
نگاه کنید الان اینطوری این سوراخ نداره، ولی باید از یه اندک یه واشر سیاهی داره، ازش این واشر مشکی رو برمیداریم روی این قرار میدیم و خب اینو که جا زدیم بعدا اینو دوباره اینجا قرار میدیم و تا آخر ست میکنیم. یه دیگه تنظیم کنیم تا آخر. خیلی الان تا آخر این سفته. خب 3 دور و نیم باید اینا، این یک، این دو، این سه، این 4 دورم باشه مشکل نداره. خب جدا از همه اینا بخش اصلیش این که خیلیا این میاد بالا و از اینجا بنزین میده و از دور کاربراتم بنزین میده. اینا اگه شما این مشکل رو داشتین اینو یه ذره ببرین پایین، بعدا کارتون حل میشه و مشکل دیگه نداری. خب الان دیگه ببندیم کاربرات، کاملا باید تمیزشون کنید. سوراخ‌های اینو همه را باید تمیز کنیم. دیگه پیچ هوا رو 3 دور و نیم باید تنظیم کنیم. دیگه کاری دیگه ای نداره. فقط نگاه کنید اگه موتورتون استارتیه با تک استارت روشن میشه، اگه اندلیه با تک اندل روشن میشه. خب الان این کامل شد، دیگه بریم که ببندیم و ببینیم چطور میشه. خب ما دیگه اینو کاملا بستیم، فقط میرسیم به این بخش که خیلیاتون دیگه زحمت میکشین تا اینو جا بزنین. این شیار کوچیکشو نگاه کنید رو به روی خودمون باشه، بعد اینو جا میزنیم. خب دیگه این جا افتاد. دیگه اینو تا آخر ست میبندیم. اینو تا آخر میبندیم و دیگه تموم. دیگه اگه خوشتون اومد پیجم از دست نده که خیلی از ترفندهای دیگه را وسطون به اشتراک میذارم. دیگه تا آموزش بعد، خدا نگهدار.